و از ذات پاک تو دعاگو هستیم که از جمیع ذلت و خواری ما بندگانت را حفظ فرمایی. برادران عزیز و گرامی، الحال من می پردازم به چندین سوال هایی که در پیش دارم و از خدای مهربان دعاگو هستم که بعد شنیدن این جواب ها توفیقش را الله برای ما و شما نصیب گرداند. سوالی که در پیش من هست آمده است که زنی می‌فرماید که 5 سال نماز قضا داشتم، او را ادا کردم و بابی حاجی الحمدلله رب العالمین که در هر یک ماه 1 بار قرآن را ختم میکنم. حاجی بابا اگر منت نشود، اگر تعریف نشود، الله اگر قبول کند، تا امروز نماز تهجدم را ترک نکردم. عادت دیگری که دارم، هیچگاه تلویزیون دا ذوق ندارم. میخواهم که در حقم دعا کنی که شوهری خوب الله برای من نصیب گرداند و در آینده فرزندای خوبم الله عطا کند. و یک خواهش دیگر دارم که در نکاح من اشتراک کنی. از الله مهربان دعاگو هستم که خدای مهربان صف این گونه خواهرایی که در 1 ماه ختم قرآن میکند، نماز شب دارد، خداوند توفیق و تقواش داده است. خدای مهربان به یک شوهر خوب، به یک شوهر صالح، به یک شوهری که به قدری تو بر این خواهر بسیار پاک دامن و خداشناس میرسیدگی باشد، الله مهربان نصیبت گرداند. و الله مهربان همین توفیقی را که تو داری خواهر عزیز، آینده فرزندای نصیب گردانه که همین تقوا و همین توفیق فرزندات هم داشته باشد. خواهر عزیز، از ما دعا طلب کردین، ما در حق شما دعا کردیم و بسیار هم خوشحالم میشم وقتی که میبینم که در جامعه ما، در وطن ما، در ملک ما این گونه خواهرهای هستند که ماهی 1 بار قرآن میخوانند و نماز شب دارند. من خواهر عزیز، اگر چند شما را ندانم، نشناسم، لیکن گمانم همین است که هر مردی صالحی که اگر با شما ازدواج میکند، او خوشبخترین مرد هست. پیامبر نازنین میگو من رزقه الله امرأة صالحه فقد اعانه فی شطر دینی. برای کدام مرد اگر همین خیل زن در نصیبش باشد، پیامبر گرامی گفتند که نصف دین این آدم، بین نصف دین دیگر پره است، نصف دینت کامل است. فلیتق الله فی شطر ثانی. باقیش در گفت که خلاص سعی که و حرکت که. برای همین از این گونه خواهرها هم انشاءالله گمانم همینه که فرزندای خوبم به دنیا می آید. زیرا همین
مادر چقدر با عفت باشد، مادر چقدر اگر با توفیق و با سواد و آگاه باشد، انشاءالله همون قدر فرزندای خوب از دامن او بیرون می شود. برای همین الله مهربان عاقبت بخیرت تا خواهر عزیز. و این توفیق بعد شوهر کردن هم تا زمانی که در همین نفسی که الله برای تو داده است، تا همون زمان این توفیق و این محبت دعا میکنم که همراهت باشد. من وقتی این را خواندم سوال شما را خواهر عزیز، گفتم وقتی که اگر من در سوال و جواب این را وقتی جای میکنم، بسیاری نفرهای پیدا میشوند که مقصد ادرس های همی در کجا باشد. یعنی مردم خریدار شما هستند. بینین برای آنی که این عزت خواهر عزیز و این خریداری را و این توجهی که مردم به تو پیدا میکند، فکر میکنم که دانستی که از کجا در تو پیدا شد. و هر خواهری که اگر این راه تو را انتخاب کند، خیلی خریدار زیاد پیدا میکند. خیلی سعی و تلاش زیاد میشود که مقصد این نفر خانم من باشد، این نفر زن من باشد. برای همین برادرها را پیشکی میگم که وای ادرسش در من نمانده است، یگان رقم تلفنم نمانده است که دیگه سرگردان نشوین، مقصد در ما زنگم نزنین. ولی گمانم همیه که چند باری که خواندم بعضی زنهای همین خیل مثل همین خواهر مواری، بسیاری برادرها از ما ادرساشا پرسیدن، لیکن در ما ادرس نگذاشته بودن. الله مهربان حفظتان کند. خیلی اگر زنده و سلامت باشیم، خدا خواهد در نکاحتون هم اشتراک میکنیم. من اگر چند خواهر عزیز در اکثر نکاح ها نیستم، ما دیگر گوییم با نکاح هم نماندیم دیگر، ولی یگان نفری که خیلی اگر میبینیم که حرکت زیاد میکند یا بسیار محبت و میلش زیاده یا بسیار قدردانه، بعد مقصد میریم در نکاحشون اشتراک میکنیم. ولی همینجا یک شوخی هم به یادم آمد. گاه در معرکه که میشینیم باید که تلفنم زنگ میزنه. من بسیاری وقت با گوش گپ زدن نمیتونم، به خاطری که یک بار یا دو بار از حساب همین تلفن ما گوشامون رو تبابت کردیم و گفتن که بسیار با گوش شد، مقصد تلفن در گوش شد نما. بعدا خیلی آوازش بلند میکنیم، یکی زنگ میزند یگان دادر خواهر بسیار خواهش میکنه، پیشم در مردم خیلی نشستگی هم. بعضی چیزایش که خیلی اگر مهم باشد من در حال مقصد آوازش خاموش میکنم، گوش میکنم. خیلی بعضیایش که همینطور یگان مسئله عادی باشد همراه مردم هیچ گپی نه گوش میکنن، ما جوابش میگردانیم و در همون سوال چند کسی دیگه با در ثواب شریک میشود. بعد چند آدم هم خیلی معرکه در زنگ زند، بابای حاجی من نکاح دارم، خیلی با من میگم که خیلی که من نمیتونم، همون مولای محلتون باشه، یگان نفری اگر با داشته باشین، اگه حاجی بابا ما خود اعتقاد داریم، اخلاص داریم، اگه چند قدر همین خواهشم همی بود، نقشه ما همی بود که نکاح مرا تو کنی، یا خواهر زنگ میزنه یا برادر، بعد خیلی بعضیاش قبول میکنیم،
بعد تلفن خاموش میکنم، بعد بین مردم دا کشتگیم، بعد میگم شما که همین مردم اکو آگاهی پیدا کردن که نیکای ما که گارانتیا داره، دیگه زنگ میزنن و ای من خواهش میکنن که مقصد من در نیکاهاشون اشتراک کنم. اکو شوخیشون میکنم، ولی یک آمدی گپ است که مردم فهمیده است که مقصد بابای حاجی که نیکا کنه دیگه نیکامون بردوام های. لیکن انشاءالله که بردوام و به بردوام بودنش هم نزد الله ما با طریق شوخی میگیم برای یک لحظه یک وقتی مردم خش کردن. الله مهربان حفظ کنه خواهر ما را و صف این گونه خواهرها را در جامعه ما